خوش اومدید به یه ولاگ دیگه. بریم. شما نپوشیده چروک شد. اوکی. نه خوشمزه. هم ترشه هم یه شیرینی گلگا شیرینی حالت اینو بردار. این چیه؟ چیه؟ غذای اونجا باشم. یه دانشجو بشی شب را میافتی صبح برسی همونه دقیقا. همون چیزی که دیروز پوشیدم. چطور؟ اینا رو گرفتم واسه بولت ژورنال، بهتون میگم واسه چی کامل‌تر. شنبه همگی بخیر. من حالتون عالی باشه. به هم ریختگی اینجا توجه نکنید. حالا احوال چطوره؟ من دوباره اومدم زیر نور آفتاب عزیز نشستم. منم بگم که اینایی که گرفتم پرینتشون گرفتم چی هن؟ بچه‌ها شما اگه اهل ژورنال کردن داشته باشید، من خیلی دوست دارم استیکر بچسبونید ته بول ژورنالتون. خب اینا رو شما میتونید به توی پینترست سرچ بزنین، بعد براتون میاره و بعد میتونید به پرینتتون بگین که به پرینتی سر کوچه اون حتی برین، یعنی واقعا برای ما سر کوچه 2 قدم راه با خونمون. میتونید بگید که آقا اینا رو لطفا روی حالت کاغذ برچسبی براتون پرینت بزنم. بعد شما اینا رو
میرید میدونم دارم میسوزم ولی خب شما میرید اینا رو مثلا خواستین تو هر جای باز ژورنالتون بچسبونین یا ژورنالتون بچسبونین، حتی پایین نوشتن که مینویسین میتونین اینا رو قشنگ با قیچی ببرین و بچسبونین و خیلی هم ارزون و دم دست و راحت و هر شکل و چیزی که شما بخواید. مثلا الان این که میبینید مال غذا و خوراکیه، این یکی حالت کمپه فکر میکنم، بعد این حالت چیزای جگولی مگولی دخترونه و اینم حالت چیزای پاییزی و کوزیتور و اینا. بعد شما اینطور میتونید اینا پرینت بگیرید و خیلی راحت در دسترس، ارزون و همین دیگه. این واسه اون کاره. منم بهتون بگم من قهوه‌ام درست کردم، یه چیزی هم درست کردم بخورم چون دارم از گشنگی میمیرم. چقدر گرمه، دارم از گشنگی میمیرم. ساعت 2 رو بینا کلاس زبانم شروع میشه تا بعد ببینیم چی میشه. امروز روز خیلی پرکاریه، ذهنم هم خیلی درگیره فعلا. Okay. Complex as other books that I've written, but I think I صبحتون بخیر باشه. حالتون چطوره؟ بعد مدت ها بلاگ طولانی واسه 6 رو به من تازه شدم دانشگاه. اینکه میخوام بارونی بپوشم ولی هوا اونقدر سرد نیست. دیگه خسته شدم من بارونی بپوشم، تموم شد دیگه بس. ماجرا آبی رو پوشیدم با این بارونی رو میپوشم دانشگاه. گردن نمیگیرم اگه هوا گرم شد، ولی پوشش بلنده ولی جلوش رو کوتاهی و من که حراسه دارم فقط همون. صبحونم هم هنوز نخوردم و دلم براتون تنگ شده بود خیلی. مثلا یه مدت یه تصمیم اشتباهی گرفتم، گفتم شیر کنم روی ویدیوی کوتاه هم تا ویدیوی بلندم، ولی اشتباه بود، نباید این کار میکردم. ولی خب باید عرضم خدمتتون که امروز یک شنبه من 2 تا کلاس دارم، یک عملی یکی نظری، 2 تاشم مال یه درسه، یعنی میکرو به نظر میکرو عمل. اینکه امروز من کلا خالی هم، یعنی مثلا کلاس ملاس اینا ندارم و بشم برنامه کنم که کارم خیلی عقب افتاده. درس مرسام و یوتیوب هم اینا رو خیلی عقب افتادم، اینا رو انجام بدم. گلم هم دیگه دارم پیر میشم، دارم خوش میشم. صبحونم هم نخوردم، یه نمه نمی دیره ولی خود دیر که نمیم پولت نکنمش. چیه میکنید بعد من این سری بخورم؟ آدم دیگه کره باید میبرم موزه سری بخوره.
صبحونه رو خیلی صبحونه بخورم بسارم رو بردارم آیپد گوگلی از مردمان برمیدارم و رو پوشم حالت عملی بریم قهوه درست کنیم و بریم هلو گایز، بچه من برگشتم خونه با نودل کره‌ای. بچه من معمولا نودل خیلی نمیخورم چون همیشه رژیمم، ولی هر از چندگاهی اینطوری به خودم حال میدم و مخصوصا اونم نودل کره. بعد این روشی که بهتون گفتم و اینطوری درست کنین خیلی خوشمزه و خامه‌ای و اصلا تندیش هم اونقدر به درمتون نمیاد. اگه بعدتون هم نمیاد میتونید بغلش تخم مرغ بزنید، پروتئینتون هم کامل میشه. و من دارم گوشتگی میمیرم و خلاص آره برم اینو بخورم و دیگه همین دیگه فعلا بعدم میبینمتون. اینو بخورم و بعد دیگه استراحت کنم و برنامه‌ریزی کنم برای روز، چون که دیروز برای امروز برنامه‌ریزی نکردم. فعلا خب گایز، هلو، ساعت 7:28 است و من گفتم که یه ساعت میخوابم ولی خوابیدم، خیلی خوابیدم. ببخشید نوت ششم اجازه بدید، ولی خوابیدم، خیلی هم زیاد خوابیدم تا الان دیگه مثلا 6:30 اینا پا شده بودم. بعد خلاصه آقا اینطوری بودم که قرار نبود که اینطور بشه، ولی خب اشکال نداره. الان میخوام بشینم برنامه‌ریزی بکنم برای همین 4 ساعت و نیم باقی مانده که ببینم چیکار کنم با زندگیم. و بله، هری پاتر رو دیدین؟ مینی فیگور. بچه من خیلی دنبال اینم که مینی فیگور اضافه کنم به میز تحریرم. و بعد مینی فیگورم اکثر مینی فیگورای انیمن و من انیمه ندیدم، دوستم ببینم اینطوری باشم که مشتاق تر باشم. ولی خلاص آره این گونه بدین گونه بشین برنامه‌ریزی کنیم.